یه نزدیک من نمیشنوم. شماره گرفتی؟ شماره نگیری من سوال نمیتونم جواب بدم. مدرکت کامل. میخوای؟ ما پول نمیدیم. سخت 2 میلیون. من بچین من کارت انجام میدم. برو فرم پر کن بیا. خاطر اونجا هست دیگه. وام میخوای؟ عرض خونه؟ طلاق نگرفتن؟ خب اصلا نمیتونی. گواهی فوت نوه دختر خالت، سند ازدواج نوه عمه، کارت اهدای خونه شوهر خالت. همه رو داری؟ چه فایده؟ گواهی فوت تو که نداری که. بشین من کارت انجام میدم. نمیری دارم چای میخورم؟ برو بشین. اینجاست که مطابقت نداره. کجا حساب باز کرده بودی؟ خب باید بری همون شو. نه کار شما رو آقای حسنی بعد انجام بده. حسنی نیست. 4 ساعت دیگه میاد. شماره به نام داری؟ این که به نام نیست. مدرکت کامل. هم صحبت میکنم. صبر کن دیگه. آقا اینجا رو امضا نکردی. خب اینجا رو امضا نکردی دیگه، برو امضا کن. مادر جان نمیتونی. شما چالاق میما چالاق تو که میتونی بدیم که تاش 1 میلیون پولیده میتونی برداشت کنی. میخوای همینم ندم. مدرسه کامل تا زمان زنده یا زمان مرده. نداری از تو قبل بگذبی. اول بعد چکاپ سلامت بده. برق چکاپ سلامتش میای اینجا. امروز خیلی خسته شدم. آقای حسنی نیومد؟ باشه بچه‌ها. روزتون